پترن های آرامش با خودکار راپید موجهایی رو به صورت مکمل و انتخاب خودتون کوچک و بزرگ در کنار هم رسم میکنید. اگر از طراحی خودتون مطمئن نیستید میتونید این کار رو با مداد انجام بدید و بعد اون رو با راپید پررنگ تر کنید. موجهای بزرگتر رو با دایره هایی از بزرگ به کوچیک پر کرده دایره ها رو رنگ‌آمیزی میکنیم و یا اینکه ما بین دایره ها رو تیره میکنیم. بعضی از موجها رو به انتخاب خودتون به صورت هلالی هاشون میزنیم. بعضی از موجها رو کاملا تیره میکنیم. همه طرح‌ها مثل روزهای زندگی متفاوتن. بستگی به انتخاب شما دارن. این پترن ها علاوه بر این که باعث آرامش و رفع استرس میشه، میتونید به عنوان جایگزینی برای عادت‌هایی که دوستشون ندارید یا میخواین کنارشون بگذارید استفاده کنید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید.